شرکت‌های مطرح دنیا امسال در نمایشگاه بین‌المللی فناوری سبز دیگو در کره جنوبی شرکت کردند. این نمایشگاه که در 6 آوریل آغاز شد، به گرمی مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. امسال ما 8مین سال برگزاری نمایشگاه انرژی کره را جشن گرفتیم. این نمایشگاه 3مین در آسیا و 10مین در جهان است. شرکت‌های پیشرو و مطرح در انرژی‌های جایگزین از 32 کشور جهان اینجا حضور پیدا نمودند. در میان آنها شرکت‌های سنترودم، دوپونت و شرکت‌های تجهیزات خورشیدی هم از چین و هم از کره جنوبی شرکت داشتند. شرکت ما عمدتاً روی فناوری انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری می‌کند. ما در چند سال گذشته بیش از 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. موضوع مهم در مورد انرژی‌های قابل بازیافت عدم کارایی و کوتاهی عمر آنهاست. اما بسیاری از شرکت‌های مبتکر در این زمینه مانند این شرکت در حال تلاش برای غلبه بر این مشکلات هستند. مردم میگویند که پانل‌های انرژی خورشیدی عمر کوتاهی دارند، اما در واقع مشکل این است که مبدل‌های خورشیدی دوام زیادی ندارند. بنابراین SMA مبدل‌هایی را تولید کرده که می‌تواند 20 تا 25 سال عمر کند. تکنولوژی آیفون جدید هم نمی‌تواند از نوآوری‌های انرژی‌های جایگزین بگریزد. بعد از اینکه سیستم USB خورشیدی باتری را شارژ کند، آن وقت می‌شود از آن باتری برای به کار انداختن گوشی آیفون یا گوشی‌های هوشمند دیگر استفاده کرد. این نمایشگاه انرژی‌های سبز نویدبخش آینده‌ای روشن برای انرژی‌های جایگزین میباشد.